در بینای اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان روز 31 اکتبر کنفرانسیای علمی با نام ابوحامید غزالی و رشد تمدن جهانی برگزار می‌گردد. کنفرانسیا بخشیده به بزرگداشت 950 سالگی متفکر برجسته ابوحامید غزالی بخشیده شده است. ابوحامید غزالی از بزرگترین متفکران نیمه دوم عصر 10 و ابتدای عصر 11 است. تألیفات زیاد دارد در رشته‌های گوناگون علوم دینی و اینچنین فلسفه و منطق، سیاست و اخلاق. از بس که توسط همین آثار زیادش و آثار پربهایش در تکامل تمدن اسلامی سهم زیاد دارد، بنابراین با قرار یونسکو و با دستگیری حکومت تاجیکستان امسال 950مین سالگرد تولد امام غزالی در کشورهای مسلمانی جشن گرفته می شود. تعداد اثرهای غزالی از طرف محققان از 200 تا 400 نشان داده شده است. لیکن خود غزالی در یکی از مکتوبهایش می نویسد که من در ساحه‌های گوناگون علوم دینی 70 کتاب نوشتم. اگر به نظر بگیریم که بسیار کتاب‌های غزالی بسیار جلده‌اند، در اون صورت البته مقدار آثار غزالی از 70 زیاد می شود. علاوه بر این غزالی در 53 سالگیش نوشته بود که 70 کتاب نوشتم در علوم دینی. بعد از این غزالی باز 3-4 سال دیگر عمر دید، البته باز کتاب‌های دیگر هم نوشته بود. علاوه بر این در رشته‌های فلسفه و منطق هم کتاب‌ها نوشته بود. در ساحه علم سیاست مثلا نصیحت الملوک بر این اثر را تألیف کرده بود. بنابراین البته عدد و شماره آثار غزالی از 70 کتابی که خودش گفته است زیادتر است و شاید اون چی که محققان میگویند که مقدار آثار او از 200 تا 400 است شاید درست باشد. بگویید که نقش غزالی در انکشاف علم فلسفه چی داده توانست؟ غزالی یک عمر در جستجوی دانش یقینی بود. از 13 سالگی آغاز کرده به همین کار شروع کرده بود. اول در ساحه کلام، در رشته کلام بیشتر غیرت و کوشش داشت و در پیش استادان مثلا مثل اسماعیل گرگانی علمی کلام آموخته بود و اولین کتابش را هم با نام تعلیقات در 13 سالگی تألیف کرده است. بعد از این در رشته فقه اثرهای زیاد ایجاد کرده است و حتی فقه چندین سال در مدرسه نظامی بغداد تألیف کرده است و چنان که خودش میگوید با 300 نفر شاگرد این علم رو تعلیم میداده است. بگویید که کدامی از مورخان و تذکره‌نویسان درباره آثار ابوحامید غزالی نوشتند؟ در جواب سوال شما میگویم که هم عصرخوش و متفکران بعدینه گفتند که اگر همه آثار اسلامی بر هم میخورد نیست میشد و فقط احیا باقی میموند، احیا علوم دینی غزالی باقی میموند، حاجت به دیگر کتاب‌های دینی نمیموند. از همین نقطه نظر قضاوت کنید که خدمت غزالی از چی عبارت بوده است در ساحه علم‌های دینی. همزمان‌های غزالی و متفکران بعدینه خدمت غزالی را در پیشرفت علوم اسلامی بسیار بلند ارزیابی کردند. خدمت غزالی مثلا
از طرف دیگر از آن عبارت است که شرح‌های زیاد، تفسیرهای زیاد در باره قرآن مجید نوشته است و متاسفانه باید بگویم که در تاجیکستان این تفسیرها و شرح‌ها هم کمتر آموخته شده‌اند. شاید من بعد عالمان تاجیک به این مسئله هم بیشتر رو بیارند و این ساحه ایجادیات غزالی رو بیشتر تحقیق کنند. آموزش آثار ابوحامید غزالی در رشد و انکشاف معنویات ملت تاجیک چی داده می‌تواند؟ باید اقرار شویم که غزالی در تاریخ تمدن ما نقش بسیار بزرگ دارد. از یک طرف خدمتش از آن عبارت است که توسط آثار دینیش پیروزی کامل اسلام را در مملکت‌های شرق مسلمانی تامین کرده است. از طرف دیگر بسیار آثار خودش را به زبان فارسی نوشته است. مثلا نصیحت الملوک به زبان فارسی نوشته است. من این کیمیای سعادت به فارسی نوشته است. مکتوبات زیاد نوشته است به فارسی. اهمیت همین آثار غزالی که به فارسی نوشتند از آن عبارت است که پایه‌های زبان تاجیکی فارسی را بسیار مستحکم کرد. بزرگداشت 950 سالگی غزالی امری بسیار واقعی است در مورد افشای سهم او در رشد تمدن اسلامی و معرفت اسلامی. آموختن آثار محمد غزالی در تاجیکستان از سالهای تخمینا 50 آغاز شده است. اولین کسی که در آثار خودش درباره غزالی معلومات مختصر ولی بسیار پرمحتوا داده است اکادمیک بهاءالدینов است. اکادمیک بهاءالدینов در کتابش بررسی ها از تاریخ فلسفه تاجیک بار اول در باره ماهیت و اهمیت آثار غزالی تحقیقات انجام داده است. بعد از این محمد سیف‌الدینویچ عاصمی در اثرهاشون درباره غزالی تحقیقات ها انجام دادن. مثلا در کتابشون تشکل تفکر فلسفی. کمینه هم در سالهای 60 در سالهای 70 بعضی مقاله ها اوید به غزالی نوشته بودن. لیکن تحقیق مهمتر و مفصلتر از طرف دو نفر انجام داده شده است. یکی از اینها دکتر علم فلسفه شمالوف که 3 کتاب در مورد غزالی تعریف کرده است و زرینه دینارشویوه که یک کتاب تالیف کرده است با نام مناسبت غزالی به فلسفه. در شرایط حاضره به مناسبت این جشن بسیاری ها با آموختن آثار غزالی رو آوردند و من در همین مجله 15 مقاله درباره غزالی چاپ شده است. 15 مقاله با نام بزرگداشت 950 سالگی ابوحامید محمد غزالی. من گمان میکنم که این تحقیقات هایی که از طرف علمان ما انجام داده شدند زمینه بسیار کامل هستند برای بیشتر تحقیق کردن آثار غزالی، خصوصا پیش از همه مثلا آثار دینی غزالی، آثار فقهی غزالی، آثار سیاسی غزالی، آثار اخلاقی غزالی و از همه مهم آثار تصوفی غزالی.